گاهی دلگیر می شوم و به خودم می گویم در دیاری که پر از دیوار است به کجا باید رفت؟ به کی باید پیوست؟ به کی دل بست؟ حسی تنهایی درونم می گوید بشکن، بشکن دیواری که در درونت داری. تو خدا را داری و خدا اول و آخر با توست. تو نه به دوستی نه به یار احتیاج داری. خداوند برایت کفایت می کند. فراموش کردن هیچ کس سخت نیست. کافی است کمی صبر کنی. آدم ها خودشان ثابت می کنند که لایق فراموشی اند. یک روز می رسد می فهمی من مثل دیگران نبودم. اون وقت تو برای من مثل دیگران می شوی. یاد داری روزی می گفتی همیشه اسیر جهنمی تویم. حالا کجایی؟ کدام بهشت را پیدا کردی که از جهنمی این دیوانه روی گرداندی؟ آتش دروغ‌هایت درخت باوریم را نابود کرد. به هر کسی که تکیه کردیم پشتمان را خالی کرد. به تو مصلحت می دهم بجز از خدا دیگر به هیچ کس تکیه مکن. میدونی دوستم، تو خوب باش حتی اگر آدم های اطرافت خوب نیستند. تو خوب باش حتی اگر از خوبی هایت سوء استفاده کردند. تو خوب باش حتی اگر جواب خوبی هایت را با بدی دادند. زیرا خداوند آدم های خوب را دوست می دارد.